سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل یگی تیوی. اسم من یگانه است و قراره یه خاطره سمی دیگه براتون تعریف کنم. خاطره سمی امروز برمیگرده به 2 ترم پیش، یعنی پارسال همین موقع ها و با اسنپه. یه شب هولوش ساعت 9:10 که ما 5 نفره توی اتاقمون داشتیم از گشنگی میمردیم، تصمیم گرفتیم که غذا سفارش بدیم. چون دانشجو بودیم ترجیح دادیم از یک رستورانی که خیلی ارزون تر غذا سفارش بدیم. کاش این کارو نمی‌کردیم. ما با یه رستوران تماس گرفتیم و ازشون خواستیم برامون ساندویچ بفرستن. اونا هم گفتن اوکیه ولی پیک ندارن. گفتن اون تایم ما پیک نداریم. و ما اینجوری بودیم که چیکار کنیم؟ 2 تا 4 تا کردیم و گفتیم خب اسنپ میگیم. ما یه اسنپ گرفتیم و ازش خواستیم که بره اون رستوران 5 تا ساندویچ ما رو برامون بیاره. و خب با اون اسنپ تماس گرفتیم، گفتیم که اگه ممکنه خودش ساندویچا رو میره اونجا تحویل بگیره و بیاد در خوابگاه به ما تحویل بده. خب مسئولین خوابگاه هم اجازه نمیدن ما خیلی خارج شیم از خوابگاه، همون دم در میتونیم غذا رو ازشون بگیریم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. زمانی که ما تماس گرفته بودیم غذا رو تحویل گرفته بود و چند دقیقه بعد روی نقشه‌ای که اون ماشین حرکت میکنه دیدیم که اصلا اسنپ به سمت خوابگاه نمیاد. دوست من که اسنپ رو گرفته بود با گوشی خودش زنگ زد به این راننده نامحترم و بهش گفت که جناب غذای ما چی شد، چرا نمیارین؟ اونا خیلی تایم گذشته. گفت که مرسی برای من و دوستام غذا سفارش دادین. و ما فقط با تعجب اینجوری به هم نگاه میکردیم که یعنی چی. خیلی جدی گفت که من ساندویچ رو دارم با دوستام میخورم. ساندویچ ما رو برده بود پیش دوستای خودش و چند نفری نشسته بودن ساندویچ ما رو خورده بودن. البته این حرفی بود که زد، واقعا این کار انجام نداده بود. دوست من یه لحظه سیمای مغزش قاطی کرد، چون یک انسان گرسنه واقعا انسان نرمال نمیتونه باشه. بهش فحش داد، گفت که فلان شده اینجوری غذای ما رو برگردون. اون آدم عصبانی شد، گفت که چرا فحش میدی؟ الان غذاتو میارم مثل سگ میندازم جلوت. دقیقا همین لفظو به کار برد. اینجوری بودیم که چقدر ترسناک همه چی داره پیش میره. دوست من رفت سرپرستی و به سرپرست خوابگاه گفت ممکنه شما با ما بیاین که ما بریم غذا رو تحویل بگیریم، نمیخوام خودمون بریم شخصا غذا رو بگیریم. وقتی که دوست من رفته بود اونجا گفت راننده از این کاراکترها هست که توی فیلم‌ها نشون میده و مثلا گنده توی بند زندان، مثلا اون چی بهش میگن، وکیل بند؟ نه، یه آدم خیلی مثلا دیگه ته خلاف زندان که این جاش همه زخمیه، گردنش و سرش مثلا در یک امتدادن خیلی گولاخه بوده، اینجوری بوده. گفت که توی ماشین نشسته و شیشه ماشین رو انقدر پایین داده گفته که اول پول اسنپ رو برام بزن. بعد این دوست ما گفتم که یه لحظه صبر کن، شماره کارت تو بده، تو داخل برنامه پرداخت نمی‌شده. گفت که شماره کارت رو داده، من داشتم پول رو براش میزدم، اون مسئول سرپرستی خوابگاه دستشو میبره داخل ماشین، این که نایلون ساندویچا رو در بیاره از تو ماشین، طرف پاشو میذاره روی گاز و محکم میره و دست سرپرستی ما لای شیشه هاش گیر میکنه و به زور دست خودشو بیرون میکشه و طرف گازشو داد و رفت و ساندویچ هم به ما نداد. یعنی فقط اومده بود که پولم از ما بگیره علاوه بر ساندویچا. اوکی ساندویچا رو برد، یعنی من اصلا کاری ندارم. بعد یعنی در این حد که ساندویچا براش مهم نبود، پول هم خواست بگیره، اینم اشکال نداره. ما زنگ زدیم به اسنپ، پشتیبانی اسنپ، و گفتیم همچین اتفاقی افتاده و پشتیبانی اسنپ به ما گفت که مدرک دارین. گفتیم که تماس تلفنی بوده، گفت که پیامک باید باشه به عنوان مدرک که ما استناد کنیم. ما اینجوری بودیم که کی تو پیامک همچین حرفی میزنه یا همچین کاری انجام ده؟ برده دیگه غذا رو، چند نفر شاهدن. گفت که شهادت هیچکس مهم نیست، باید مدرک و سند رسمی داشته باشیم. اما اینجوری بودیم که یعنی چی؟ این آدم هم فحش داده، هم پول ما رو خواسته بالا بکشه، هم غذامون رو برده و اسنپ اصلا براش مهم نبود. فقط اینجوری بود که الان شما مدرک ندارین. گفتیم نه. گفت من تماس میگیرم با راننده. زنگ زد به راننده اسنپ، راننده گفته بود نه اینو دارن دروغ میگن و همچین چیزی نبوده. خیلی راحت اینو گفت و اسنپ ما زنگ زدیم گفت که نه مشکل خودتونه، خودتون باید بررسی کنین. همین، یعنی تمام حرفی که پشتیبانی اسنپ به ما زد همین بود. از اونجایی که من دانشگاهی که هستم تو یک شهر خیلی خیلی کوچیکه، یعنی کل شهرش اندازه کف دسته، وسط یک شهر کبیری هم هست، یک نفر از بچه‌ها که اصالتا دامغانی بود گفت اسم این آدم که روی اسنپش هست و شماره پلاکشو بدین من در میارم آدرس این آدمو، و یه روبه آدرس جد و آباد راننده رو پیدا کردن.
یعنی حتی آدرس خونه طرفم پیدا شد توسط چند تا از پسر عموهای اون دوستمون که مثلا میشناختن همو توی اون شهر. اینجوری بودم که چقدر شهرهای کوچیک میتونه ترسناک باشه از این زمینه که همه همدیگر رو، چقدر هم خوبه از نظر اینکه امنیت میره بالا در کنارش. و زنگ زده بودم مثل اینکه به برادر طرف که بگو این کارو بکنه وگرنه داره ازش شکایت میشه و اون پلاکش هست. برای 5 تا ساندویچ 40 نفر آدم گنده داشتن همون جر و جر میکردن. اون آدمم بعد 10 دقیقه ساندویچا رو آورد جلو خوابگاه و اینجوری پرت کرد توی سرپرستی و با صدای بلند گفت من خودم 20 نفر رو نون میدم، برا فوش بوده که این کارو کردم فلان و اینا و پولم نگرفت و پاشو رو گاز گذاشت و رفت. در همین حد امنیت اسنپ بالا بود. اگه به جای مثلا خود ساندویچایی که از دخترها اونجا بود و این اتفاقا میافتاد، مثلا خود اسنپ میگفت که به ما ربطی نداره. وقتی ما ساندویچا رو آوردیم تو اتاق یخ زده بودن به معنی واقعی کلمه. بعد من می‌دیدم که نکنه طرف توف زده باشه روشون یا مثلا نکنه یه چیز بدی توشون ریخته باشه و خیلی حس بدی به آدم دست میداد. ولی خوردیم ساندویچو چون خیلی گرسنه بودیم. انقدر گرسنه بودیم که اصلا اهمیتی ندادیم، ساندویچو خوردیم و اون تبدیل شد به یکی از بدترین خاطرات ما از اسنپ و پیگیری بدی که اسنپ داشت. به خاطر این الان وقتی که مثلا درباره راننده‌های اسنپ یک چیزی میگن داخل فضای مجازی، من میگم واقعا احتمالش وجود داره که این کارو کرده باشه طرف و هیچ پیگیری آنچنانی هم نمیشه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کنین، اگه دوست داشتین ساب کنین، اگه خیلی دوست داشتین کامنت بذارین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.